سلام به همه نابغه های کلاس سومی. امروز میخوایم با هم ضرب اعداد 1 تا 10 در عدد 7 رو یاد بگیریم. اگه آماده اید شروع کنیم. 1 هفتا 7 تا، 2 هفتا 14 تا، 3 هفتا 21 تا، 4 هفتا 28 تا، 5 هفتا 35 تا، 6 هفتا 42 تا، 7 هفتا 49 تا، 8 هفتا 56 تا، 9 هفتا 63 تا، 10 هفتا 70 تا. آفرین. حالا بریم سراغ یه بازی مهیج ببینیم چقدر یاد گرفتید. آماده اید؟ پس خوب گوش کنید و با دقت جواب بدید. 1 ضرب در 7 میشه 7. حالا تو جواب بده. 1 ضرب در 7 چند میشه؟ آفرین. دقیقاً 7 میشه. 2 ضرب در 7 میشه 14. حالا نوبت توه. 2 ضرب در 7 چند میشه؟ چه عالی، میشه 14. 3 ضرب در 7 میشه 21. حالا تو بگو 3 ضرب در 7 چند میشه؟ 21. آفرین به این هوش تیز. 4 ضرب در 7 میشه 28. حالا تو بگو 4 ضرب در 7 چند میشه؟ باریکلا، میشه 28. تو خیلی زرنگی. 5 ضرب در 7 میشه 35. حالا تو بهم بگو 5 ضرب در 7 چند میشه؟ درسته، میشه 35. خیلی خوب داری یاد میگیری. 6 ضرب در 7 میشه 42. حالا نوبت توه. 6 ضرب در 7 چند میشه؟ آفرین، 42. عالیه. 7 ضرب در 7 میشه 49. حالا تو بگو 7 ضرب در 7 چند میشه؟ 49. آفرین، تو خیلی با استعدادی. 8 ضرب در 7 میشه 56. حالا تو جواب بده. 8 ضرب در 7 چند میشه؟ 56. عالی بود. 9 ضرب در 7 میشه 63. حالا تو بهم بگو 9 ضرب در 7 چند میشه؟ 63. آفرین، تو یه ریاضیدانی. 10 ضرب در 7 میشه 70. این آخرین سواله. 10 ضرب در 7 چند میشه؟ درسته، میشه 70. تو واقعا فوق‌العاده‌ای. آفرین به این همه دقت و هوش. همه سوالا رو درست جواب دادید. حالا که ضرب عدد 7 رو یاد گرفتید، وقتشه بریم سراغ ضرب عدد بعدی. توی ویدیوی بعد با هم ضرب عدد 8 رو یاد میگیریم. با اون موقع تمرین کنید و یادتون نره که ریاضی میتونه خیلی هم سرگرم کننده باشه.